در شهر نورک ولایت ختلان در دایره اقدام‌های سازنده به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان میدانچه ورزشی و بازی برای کودکان مورد استفاده قرار داده شد. در این روز همزمان از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و صاحبکاران به 150 نفر شخصان امکانیتشان محدود، سابقه داران و یتیمان کل کمک رسانده شد. گزارش زایشوی تقوی مراد از شهر نورک. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در پیام نوبتی به مجلس عالی در قطار دیگر بخش‌های مهم و افضلیت‌ناک همزمان به ساحه ورزش و معارف دقت مخصوص ظاهر نموده راهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها را وظیفه‌دار نمودند که در دوام 10 سال آینده در هر یک دهه و محله‌های اهالیشان از 100 خواجگی زیاد یک مؤسسه تا مکتبی، یک تالار و یک میدانچه ورزشی بنیاد کرده به عمومی شدن ورزش و سالمگردانی اهالی مساعدت نمویند. در شهر نورک جهت تطبیق نشانات‌های پیام پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و مجلس عالی اقدام‌های سازنده انجام داده می‌شود. میدانچه ورزشی و بازی برای کودکان اینچنین حوض شناوری در مرکز شهر نورک با سهم صاحبکاری وطندوست نورالدین رحیموف بنیاد شده آن به بیش از 100 خواجگی خدمت می‌رساند. شکرانه آن دارم که در هوای صلح و ثبات زندگی داریم. در اینجا نه تنها میدانچه اوید به فوتبال خرد یا اینکه تنیس، در اینجا بازی های کودکانه و حوض شناوری ساخته شده است که برای سالمی نسل نورس و جوانان مساعدت میکنه. مینتداری خود را شخصا به چنین صاحبکاران خیرخواه میرسانم که چنین میدانچه های ورزشی بهر ما جوانان و بهر برادران و خواهران ما ساخته به استفاده داده‌اند. میدانچه ورزشی دارای شرایط خوب برای فوتبال، بازی کودکانه، تنیس روی میز و حوض شناوری بوده در عرفه سال نو میلادی تحفه ارزنده به ساکنان شهر نورک به حساب می رود. در مراسم افتتاح میدانچه ورزشی و بازی برای کودکان نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نورک اشتراک کرده سهم صاحبکاری وطندوست را برای سالمی جامعه و جلب نسل نورس و جوانان به ورزش مهم و سریع ارزیابی نمودند. در همین جا در دایره اقدام‌های انسان دوستانه به 17 نفر شخصان امکاناتشان محدود محله مذکور سر و لباس و تحفه‌های پولی تقدیم کرده شد. در شهر جهت رشد هنرهای مردمی و جلب جوانان به آموزش کسب‌های مورد توجه دقت مخصوص ظاهر کرده می شود. نمایش هنرهای قدیمی دستی از جانب ساکنان به مانند گلدوزی و خوراک‌های ملی گواهی آن است که آنها به احیای هنرهای مردمی و رشد آن توجهی به اندازه دارند. در زمینه تطبیق سیاست اجتماعی رهبریت دولت و حکومت مملکت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نورک شخصان امکاناتشان محدود سابقه داران و یتیمان کل را کمک و دستگیری می‌نمایند. در عرفه سال نو میلادی نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نورک با عیادت سابقه داران و شخصان امکاناتشان محدود که به نگاهبین دائمی نیاز دارند رفته به آنها کمک از جمله سر و لباس و تحفه‌های پولی رسانیدند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نورک هموقت نسبت به طبقه نیازمند اهالی توجه زیاد داشته. زیاده از 500 نفر عائله‌های نیازمند یتیمان کل بسیارتر به کودکانی که امکاناتشان محدود است سر و لباس گرم زمستانه تحفه‌های سال نو و معیوبان گروه‌های یک که کلانسالان به آنها کمک مادی یعنی که آرد و روغن و شکر رسانیده شد. من همچنین یک زنی هنرمند در سال جاری به 73 نفر از عائله‌های نیازمندان و معیوبان به آنها لباس‌های یگانه مکتبی با دخت خود تامین نمودم. حکومت مملکت وضع اجتماعی طبقه‌های آسیب‌پذیر جامعه را همیشه در مرکز دقت خود قرار داده وابسته به رشد اجتماعی و اقتصادی کشور برای بهتر نمودن شرایط آنها پیوسته چاره‌های ضروری می‌اندیشد. جهت باز هم بهتر شدن وضع اجتماعی طبقه‌های آسیب‌پذیر جامعه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در پیام نوبتی به مجلس عالی پیشنهاد نمودند که نفقه شهروندان معیوب تا 18 ساله اینچنین دیگر گروه‌های معیوبان که کار میکنند و به نگاهبین احتیاج دارند از 1 سپتامبر سال 2020 نفقه آنها 50% زیاد کرده شود. در ادامه بهر بالیدروهی کودکان یتیم و شخصان امکاناتشان محدود دسترخوان عیدانه تشکیل گردیده به هر یکی آنها از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نورک کمک رسانیده شد. در مجموع بیش از 100 نفر شخصان امکاناتشان محدود و یتیمان کل در چاره‌بینی عیدانه اشتراک کرده زیر ترانه‌های دلاشوی هنرمندان
муддати хушию хурсандӣ намуданд. Дар заминаи сиёсати неку бо барори иҷтимоӣ ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии сарвари давлат ҳамасола дар арафаи таҷлили ҷашнҳои миллӣ шахсони эҳтиёҷманд, бепарастор, ятим, маъюб ва дигар табақаҳои ниёзманд кӯмаку дастгирӣ меёбанд. Дар ҳамин рӯз аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Нурак дар суратҳисоби 17 нафар ятими кул 1000 сомонӣ дар маҷмӯъ 17 000 сомонӣ гузаронда шуда, онҳо бо амалӣ гаштани иқдоми наҷиби инсондӯстона хурсанду рӯҳбаланд гардиданд. Зоҳиршоҳи Тағоимурод, Озари Фатҳулло, шаҳри Нурак, Ахбор.